عاشق شیرین زبان غم شکنی من، عاشق شیرین زبان غم شکنی من، خورشیدی روشنگرم نور خدا در برم یاسمنی من، خورشیدی روشنگرم نور خدا در برم یاسمنی من. جان بکن صوتی در هوای همین ترانه زیبا با روحیه ایدانه شروع میکنیم برنامه امروزه رو. دوستان عزتمند، با برنامه خاطره ها مهمان مجازی خاندان شما هستیم و امروز برای ما یک روز خاصه است، یک روز زیبا است، یک روز جشنی است، چرا که در مملکت روز شش مقام قید کرده می شود و جمشید ارگاشف راهبری همین انسامبل الکی برای ما یک ترانه رو پیشنهاد کردید. موسیقی از بازم شاهکاری های آهنگساز زیادالله شهیدی. بله، ما تصمیم گرفتیم که کمی باشد یک چند سرودهایی که در برنامه ما امروز جایگیر شده است پیشکش مخلصان گردانیم و این یکی از سرودهای زیبا بود از ایجادات استاد زیادالله شهیدی که در اجرای بانوی هنر میژگان بانوی تنبوری امروز پیشکش شما گشت. میژگان بانو یکی از جوانان صاحب استعداد ما هستند، یکی از جوانان امیدبخش ما هستند. فکر میکنم که در همکاری با انسامبل ما اون جنبه های پنهانی هنرشان همچون آوازخوان که محفوظ است همون جنبه هاشون روی میزند و غیر از اونه که این کسی یگانه دختری هستند که تنبوری هستند یا که تنبور می نوازند، با تنبور آوازخوانی میکنند و غیر از این ما کوشش میکنیم که همچون آوازخوانی خوبی موسیقی کلاسیکی امروزه ما نیست خیش رو معرفی کرده باشند. بیاد با خودی میژگان از خوان بگویم. میژگان بیاد برای تماشابینان بگوید که کی شروع کردید با خواندن ترانه های کلاسیکی، چرا که آسان نیست و چرا میژگان تنبوری و همین نام برای شما پسند است؟ میگویند میژگان تنبوری. بله، وقتی که آدمان مرا با همین تخلص فریاد میکنند یا اینکه نام برند، به من یک خوشبختی است که آنها مرا دختر تنبوری یا اینکه میژگان تنبوری میگویند، چون که
میخواستم که از آوان خردسالی سرودهای کلاسیکی و اینچنین سرودهای خلقی را آموخته باشم و در برابر آوازخوانی میخواستم که تنبور را نیز از خود کرده باشم و میدیدم که این ساز موسیقی از طرف فقط مردان صدا میداد و من باوری نداشتم که از عهده نواختن این ساز میبرایم، لیکن چند سال تمرین کرده حرکت کردم که کمتر باشد هم از عهده نواختن این ساز موسیقی برایم و با همراه تنبور سرودهای کلاسیکی اینچنین خلقی را سراییده باشم. شما از کنی بودم آمدید به شهر دوشنبه تا جایی که من میدونم در کنسرواتوری ملی تاجیکستان تحصیل میکنید. یک چیز دیگر خوشایند است که جوانان رو زیادتر میبینیم تا سالهای اخیر در روی صحنه. از اینجا برمیآید که ما در راه درست قرار داریم، از اینجا برمیآید که شاگردانی خوب تربیت کرده ایستاده‌اید، بله، و خیلی خوب هم برآمد میکنن در صحنه و حتی در آزمون ها ببینید که چگونه مهارت خیلی خوب نشان میدن. حالا که سطح اجرایششون، سطح هنرنماییشون خیلی بالا رفته است، یعنی که همون مسئولیت رو خوب درک کرده ایستادن. هر یک شخص، هر یک هنرمند که روی صحنه می آید، او باید خوب احساس کند که او معرفگری همین موسیقی است. یعنی که مردمی که او رو نمیشناسند و با این موسیقی اونقدر آشنایی ندارند، یعنی که همین زمان در وقت اجرای هنرنماییش، یعنی که مردمی که نمیشناسند با واسطه همین آدم و همین موسیقی آیا دل میبندد یا نه. بله. یعنی که یک شخص میتواند در انتخاب یا که دوست داشتن این یا اون موسیقی خیلی رولی مهمی بازد. واقعا هم سیما خیلی مهمه. بله. و در ادامه برنامه بیاید ترانه دیگر رو میشنویم. مرحمت یک ترانه بسیار زیبا، بسیار دلنشین است از شاه اسد ششمقام با عنوان سرخبار آرام جان. ما امروز آماده کردیم با یکی از هنرمندان انسامبل ما، فردوس جان نعمتوف، با طرزی گویم که در حاشیه، در پایه عنعنه اصیل ششمقام سرایی، در عنعنه استاد و شاگرد، یعنی که فقط خاصه با آواز تنبور و صدای زیبای فردوس جان است. مرحمت. مدهوش چشمی مستومی صافی بیغشم در عاشقی گزیر نباشد زی سوز و ساز ایستادم چو شمع ترسام زی آتشم
جانم شیرین زبانم نازنینم من آدمی بهشتیم اما در این سفر حالی اسیری عشقی جوانان نیمه وشم شیراز مدنی لبی لیل است و کونی هست من جوهری مفلس از آن رو مشوشم حافظ زیتابی فکرتی بی حاصله ساقی کجاست تا زند آبی بر آتش من شیرین زبانم نازنینم آرام جانی من شمایت سر می نوانی من شمایت رقصی رقصی خوش می
دوستان عزتمند، فردوس نعمتов برای شما یکی از سرودهای خیلی زیبای کلاسیکی شش مقام رو اجرا کردن. غزل حافظ بود، خیلی زیبا بود و ببینید همین قدرت خودی موسیقی شش مقام رو که تنها یک صدا و یک صدای تنبور نظرهای انسان را تا به کجاها میبرد و اگر تعریف هم شود خوش به حالمون که چون یک موسیقی داریم، چون یک ژانر زیبا داریم. بله. در حقیقت موسیقی بویه داریم، در حقیقت یک شاهکاری داریم که استادان ما یک شاهکاری ایجاد کردن که امروز ما میتوانیم در حقیقت سرتاسر دنیا افتخار از آن کنیم که چنین موسیقی داریم. و همین ترانه رو برای فردوس که پیشنهاد کرد. خودم میخواستم که همین از سرود کلاسیکی را خوانده باشم در این برنامه و با استاد کمتر باشدم تمرین کردیم، آماده کردیم برای این برنامه. و گمان میکنم که در اجرای همین ترانه مسئولیت آوازخوان بیشتر است، چرا که تنها صدای یک تنبور شنیده می شود و صدای آوازخوان، دیگر چیزی نیست. همه توجه روانه می شود تنها به صدای آوازخوان. سرخبار آرامی جان، سرودی که این زمان فردوس جان اجرا کردند، یکی از سرودهای زیباترین گویم، یکی از سرودهای که شنونده‌اش خیلی زیاد است. در حقیقت همه استادان ما همین سرود را سراییده هستند و این همان که در برنامه‌های گذشته من گفته بودم، سرخبار آرامی جان یکی از همان سرود، از قبیل آن سرودهایی است که هر یک هنرمندی به کمال رسیده در کولباری خویش میخواهد داشته باشد و آرزو میکند که اجرا کند. و فردوس جان نیز بسیار خواهش زیادی پیدا کرد که همین سرود را سراید. ما وظیفه دار هستیم که امکانیتی خوب فراهم بیاریم یا خوب امکانیت دهیم به جوانان که خودشون مستقلانه انتخاب کنند، یعنی آمادگی بینند. اونها هم مسئولیت رو باید احساس نمایند. گفتنی هستم که اخیران 2 ماه من که با برنامه خاطره ها پیوسته همکاری میکنم، با تلویزیون سفینه همکاری میکنم پیوسته و فکر میکنم که الکی جشن را من در یک سال یک مرتبه نه، الکی هر برنامه‌ای که طریق تلویزیون سفینه، هر برنامه خاطره هایی که میشود ثبت میشود، برای من یک مسئولیت هست، برای ما انسامبل ما، برای آن که یک برنامه گویم که مخصوص برای انسامبل ما شد. فکر میکنم که اکنون مسئولیت بیشتر میشود و هنرمندان انسامبل ما، خودی من به واسطه هر برنامه‌ای که ما ثبت میکنیم، برای من فکر میکنم برای همه ما جشن میشود و ما همچنانی که به جشن شش مقام تمرین میکنیم به این برنامه نیست آمادگی خویش رو جدی میبینیم. در مورد همین ترانه میخواستم بگویم، چون گفتم که تنها صدا است و تنها صدای تنبور است و همه آوازخوان ها، فردوس میگویند که خودم خواستم همه آوازخوان هایی که در ژانر شش مقام هستند همین خواهش رو دارن، مثلا برای یک هنرمند مثلا کدومش بسیارتر شاید آسانتر است یا شاید به دل نزدیکتر است که همراه با انسامبل بسراید یا با صدای تنبور؟ این انتخابی هر یک آوازخوان است، اما یک چیز دیگر هم هست که نه همه سرودهای شش مقام فقط با تنبور می شود اجرا کرده. یعنی که باید ضرب و اسلوبی مخصوص باید باشد، یعنی پرده های باید باشد که خصوصا در مقام دوگاه، سرخبار آرامی جان از سلسله مقام دوگاه هست، یعنی که در مقام دوگاه، خصوصا مقام دوگاه، مقام سهگاه نیست، هست از مقام بزرگ هست. عموما همون لحنی هست مخصوص، لحنی که با تنبور اجرا کردنش خوبتر میبراید نسبت به انسامبل مطربان، یا اینکه هم با انسامبل خوب میبراید هم در علایدگی با تنبور. اما اثرهایی هستند که اونقدر صدا نمیدهند، اونقدر بدیل نمینشینند و از همین لحاظ البته همه هنرمندان میخواهند که با فقط تنبور یا که فقط با یگان سازی دیگر، فقط با یک ساز آوازخوانی کنند، اما حتما باید اثری انتخاب شود که به همان ساز درست بیاید، لحنش نیز درست بیاید و حتما سطح مطربی که اجرا میکند در حقیقت باید در سطح آوازخوان یا که بلندتر از او باید باشد که همون هر یک تابیش و همون گردش و ناله هایی که آوازخوان طریق آواز خود میدهد
همون چیز رو عیناً باید در همون ساز نواخته شود. یعنی که یک توأمی، یک گوییم انسامبل کوچک باشد، هم باید انسامبل باید باشد بین ساز و بین آوازخوان. و برای همین اگر نظر افکنید به تاریخ، یکی از سبب هایی که اونی که استادان ما همه خود می نواختند و می سراییدند همین است که نه همه مطرب می تواند درد آوازخوان رو دهد. و برای همین فکر می کنم که اکثریت آوازخوانای ما، استادان ما در گذشته هم خود می نواختند و می سراییدند. یعنی که هر چی که می خواهند می نوازند، هر چی که در دل دارند می سرایند و باز هم نغمه پردازی می کنند. یعنی که یک توأمی بود و همین هم انانه شد که باید هر یک آوازخوان باید خود اگر مطرب هم باشد برای بهبودی کار است. شاید همین شکل، همین شیوه یک فلسفه خود رو دارد که تا کنون هم نوبسته به همه امکانیت های تکنیکی، نوبسته به اونی که امروز برای ایجاد یک ترانه همه شرایط هست، ولی همین شکل باقی ماند. بله، این شکل بسیار عجیب است. در حقیقت هر چیزی که امروز نو است، چیزی که خوب، چیزی کهنه‌ای که از خاطر برآمده است، بیهوده نمیگویند. در حقیقت این همین شکل، همین انانه استاد و شاگرد که فقط تنبور و صدا است، یک شکل عجیب است که خواهیم نخواهیم رو می آوریم، خواهیم نخواهیم با همین شکل، با همین طرز که ما درس میگذاریم و می آموزیم و همین شکل در گوشی هم شاگرد هم خود استاد باقی میماند و هنگام آموزانیدن نیست یگان صدای دیگری خلل نمیرساند. اگر اهمیت دید شنونده نیست، همه چیز رو دقیق میفهمد، هم موسیقی رو هم شعر رو. اکثریت شنونده ها اگر اهمیت داده باشید میگویند که ما هنگام سراییدن صورت های کلاسیکی شعرش رو نمیفهمیم، سخن آوازخوان رو نمیفهمیم. برای اون که متن شنیده نمیشه. بله، متن رو نمیفهمند. برای اون که صفی نوازنده ها نیز بسیار است. خب بعد ناله و کشش های در وقتی موسیقی کلاسیکی است که سخن، البته علمی عروض موسیقی است در اینجا که باید حتما رعایت کرده شود. مثلا یک کلمه اگر از دو هجا عبارت باشد، هنگام اجرا در سرود میتواند یک هجا در این اولی سرود باشد، یک هجا در آخری سرود، و یا یک کلمه میتواند یک دقیقه طول کشد. باز مهمش همین است که در آهنگ‌های کلاسیکی، در آهنگ‌های شش مقام تنها غزل‌های بزرگان کلاسیکمان شنیده میشد. بله، برای آن که اگر اهمیت دهید شعرش رو عوض کنید، همین سرود یا که هم این یا آن اثر شش مقام اصالت خویش رو گم میکند. یعنی که تاثیرش رو هم گم میکند، معنیش رو گم میکند. گویا که شعری سبکتر باشد اگر به همون بزرگی آهنگ راست نمی آید. برای همین کوشش میکنیم که هنگام عوض کردن شعر، اصلا من کوشش میکنم که نکنم همین کار رو. برای اون که همون اصالتی که هست باید در جایش باقی ماند، چون ما میراث بر هستیم. همون میراثی که ما گرفتیم، همون میراث رو باید به نسل آینده برسونیم. اما امروز از جهت علم، هم از جهت تکنیک، هم عموما همه جهت زمان پیش رفته است و امروز ما جوانان ما امروز آموخته ایستادن، هم علم شش مقام رو، اساس های مقام رو، هم علم عروض و موسیقی رو. عموما علم هایی که کلان شش مقام رو در بر میگیرند آموخته ایستادن و امروز چنانه که من هر دفعه همین چیز رو بیان میکنم، همین نکته رو، مرحله رسیده است که ما باید مقام های نو ایجاد کنیم، سلسله های مقامی نوی رو ایجاد کنیم که به درد امروزه بخورد. یعنی که امروز طلبات تماما دیگر چیز است. در برنامه گذشته مثلا ما یکی از آغاز فعالیت کاری خویش را در ایجاد سلسله های نوی مقامی، یعنی آمیخته کردن ضرب اصول های امروزه، پرده های شش مقام یا که بگوییم همون لحن کوهستان آمیخته کرده در یک سرود ظاهرشو ما نشان داده بودیم آغاز کار رو. برای همین امروز مرحله رسیده است که ما باید ایجاد کنیم، ایجادی مقام های دوران استقلالیت تاجیکستان. یعنی که ما امروز چون فرزندان استقلالیت هستیم و از این افتخار میکنیم و امروز استقلالیت برای ما همه چیز را مهیا کرد، شش مقام را دوباره احیا کرد. ما وظیفه دار هستیم که باید ایجاد کنیم و
ба насли оянда аз даврони оғози соҳибистиқлолии миллати азизамон, давлати азизамон бояд меросе гузошта бошем ки фардо низ бозхонӣ кунанд, хотираҳое бошад ки ба ёд биоваранд ва чунин барномаҳои зебое сабт карда бошанд. ташаккур ва дар тақвияти ҳамин гуфтаҳо биёед мешунавем таронаи навбатиро. таронаи навбатӣ чун бисёр аз шашмақом ҳарф гуфтем, бисёр аз шашмақом дар бораи шашмақом суҳбат кардем. яке аз шоҳасарони шашмақом сарахбори наво дар иҷрои ансамбли шашмақоми филармонии давлати тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев пешниҳод карда мешавад. марҳамат. дӯстони иззатманд, қабл аз пешниҳоди ҳамин тарона мо орзуи онро дорем ки бигзор ки мусиқии шашмақом ҳамеша дар хонадони шумо дар қалбҳои шумо садо бидиҳад ва бигзор ки зери навоҳои ҳамин жанри воқеан ҳам бузург шумо ҳолатҳо, соатҳо ва лаҳзаҳои хеле зебои ҳаётро сипарӣ бикунед. ин барномаи хотираҳо буд.